به به. سلام دوستان عزیز. امروز با بازی فورزا یک ایونتی درست کردیم که به نظرم با پلیرهای دیگه داریم مسابقه میدیم. اونم توی یه کوهیه به نظرم با ماشین پرش. ها؟ هواش بارونی علی یعقوبی؟ نمیدونم، حالا باید واردش بشیم ببینیم. اینجای هواش بارونی باشه احتمالاً. بعد این پورش نیست که لامبورگینی. جدی میفرمایی؟ بله لامبورگینی. یعنی ماشین بازی آبرو ماشین هی حاجی خیلی شبیه پرشه ولی ها؟ اوکیه. یه کپیه. در اصل آرمشون جا به جا شده اینا. لوسیفر یا پیغمبر. حاجی فقط جلوشونو بگی 263. حاجی اینا اولترا پرو پلیر. فقط جلوشونو بگیریم بکوب بهشون برو که بریم. داداش آبروم رو بردی با این بوغت. تو باشا کنی تو برو واضح این تاروز نداره. الکلی خوردی کسکش که میتاره بوی لیلو کاین جاب سرما کریم بشارم داداش کاین بوغ جاب نزن آبرومون رو سرما بردی. سرهنگ دایی به جاب سرما نستم اینم بیسکینی چایی به جاب سرما. ای وای داشتم در می اومدم از پرشم داشتم. این توی من دید ندارم بابا. ای دهن استری منطقه گارزیلا رو نگاه. اینا خیلی سرعتشون زیاده. یعقوب تو یعقوب امید داریم به تو. من آقا نبرم کانال به تو امیدواره. داری میری تو دیوارا. من چیکار کنم وای دارم فرمونش میدم میره تو دیوار. من حاجی من راننده فرولیه کما. این کسکش کی بود وای. حالا پنجامی هم خوبه. تو میتونی آقا یعقوبی. وای با هم دیگه رفتیم. بارا اونور دیگه. خیلی رفتن جلو یارو هم. نه اینا خیلی قویان حاجی جدی. ماها جدا مرغیم. چه میکنی؟ بسابش به رقم بسابش. به قرآن حاجی فورزا خودش شخصا فیلممون رو ببینه با رئیسش خودش لاگین میکنه میاد ما رو میدونه بیرون. اوه حاجی گرفتمش. برو ببینیم چه. برو اون ور دیگه. گل به خودی نزن دیگه. بگیر سختی بدم بگیرش حاجی بخورش فقط. آه اینا حاجی اصلا یه لول همه جلوتر هم. اواخری ها رو خوب دارم رد میکنم اگه چشی نزنم خودم ها. بابا کیو توی اشکال نداره داداش. فوش برابر صلواته. مثل جت شخصی اومدی نه دیگه باختیم. باختیم حاجی دهن سرویس نگاه. رفتی آخر ها. پرنهاب کیه رو ماشین زده؟ ها؟ ها؟
یه اسکین خیلی خفنه ولی خب آی اینا جلو بودی؟ جلو بودی رو خط پایان افتادی عقب. دقیقا راست کن. نگاه کی برنده شد خدا. الهی بمیرم برای بابا حقشه برنده بشه این بنده خدا. حلالت باشه. یا خوبی تو غلط میکردی میخواستی اینو بگیری. ولی این نگاش کن نگاه سیب زمینی نشسته این باید سر داخل جدا بشه. دوست عزیز ممنون میشم اگه خوشت اومد لایک و کامنت کنی و کانال ما رو هم سابسکرایب کنید تا ویدیو بعدی. خداحافظ.